اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیه. قابل یادآوری است. یاد کنه ای مسلمانا، چی درسای عظیم است در اینجا. یاد کنه ای مسلمانا، در آن وقتی که جعل الذین گردانید و کسانی که کفر و کافر بودن، فی قلوبهم در قلبایشان الحمیت خشم و کبر و نخوت در قلب خود جا دادن، ضدبازی را حمیت الجاهلیه، غیرت جاهلی، ضد جاهلی، این را میگه سرزوری جاهلی، اینی را میگه. فانزل الله سکینته، روان کرد الله تبارک و تعالی آرامش خدا علی رسوله، بالای پیغمبرش، و علی المؤمنین، بالای مؤمنا، و الزمهم کلمت التقوا، ثابت داشت الله کلمه تقوا را به مسلمانا ثابت داشت. و کانو بودن همی مسلمانا حق خیلی سزاوار و لایقتر بها به کلمه تقوا، و اهلها محل و اهلی واقعی کلمه تقوا همی مسلمانا بود. قرآن چی بیان میکنه برای ما؟ فرهنگ جاهلیت و فرهنگ ایمان با هم جدا میسازه. فرهنگ جاهلیت کدام است؟ فرهنگ جاهلیت تو را دعوت به سوی تعصب میده، ضد بازی میده، نعوذ بالله، نخوت و تکبر میده، کلان تراشی میده، نعوذ بالله. لیکن فرهنگ ایمان تو را کدام طرف دعوت میده؟ آرامش، تسلط، کنترل بالای نفس خود، بالای همه قوتهای خود. دیتر موقع احساساتی نمیشی، دیتر موقع کنترل از دست نمیدی، در هر موقع آرامش داری، مطمئن هستی. در وقت مناظره می نمیطور است. خب قطعی کسی که بحث میکردی خیلی قهر نشوی، قال مقال نکنی، آرام آرام مطمئن، بان که او بسیار گپا بزنه، تو در وقت آخر در بین یک دانه گپی قوی بزن، قوی که کلگی متوجه شود. چرا؟ مومن دلیل داره، مومن خاطری قوی داره، اطمینان داره، آرامش داره، غیرت جاهلی نداره، نعوذ بالله، که بس الکی مکه برداشته باشم که نه. هر معامله برای اظهار حق است. شوده میتونه دلیل حق جانب مقابلت بگویا، باز خو سری تسلیمی برش بگذار، بالکل. چرا که تو تسلیم حق هستی، از امو خاطر کلان تراشی نکنی، بالا تراشی نکنی، سخت کلامی نکنی، تحقیر نکنی. ای که بار مکمل بعد در ذهن خود داشته باشی. اینجا قرآن اردو فرهنگ با هم ممتاز می سازه. فرهنگ جاهلی است. فرهنگ جاهلی کدام است؟ حمیت یا غیرت که برش میگیم دو قسم است، یکی ممدوح است، یکی مذموم است. غیرت ممدوح او را میگه که در کدام جای حد که حرمت یا بی‌ادبی یکی از شعائر اسلام میشه، در اونجا تو غیرت بکنی. مثل یک غیرت عالی یک تا میکنه. غیرت ها را میفهمید؟ یک تا در یک مرکز غیرت میکنه. خب تو از اونجا بخیزی اینجا بیایی قرآنی مرا در بدی، ها؟ همینطور کارا میکنی. تو از اونجا بخیزی حد که حرمت خواهر مسلمانی مرا تو بکنی، یه مسلمانی برادر مسلمانی ما را تو نعوذ بالله اینطور کار بکنی، ماندنید نیستم. این غیرت ممدوح است. ممدوح چرا که غیرت به خاطر الله هست. به خاطر کیست؟ منفعت شخصی نیست. قطعا نه. علی رضی الله عنه کافر چپا کرده بود، میکشته، از زیر تف کرد، گرفت دستی خدا گرفت، نکشته. وقتی که از پیش سوال شد چرا؟ گفت تا علی را به خاطر الله میکشتم. علی اگر میکشتم به خاطر نفس خود، انتقام نفس خود بود. چرا که خدا توهین، مورد توهین قرار دادم، از او خاطر ما میگفتم که البته مرا چرا توهین کرده، از او خاطر نکشتم شه. معلوم شد که هر قدم انسان به خاطر رضای الله باشه او بسیار مهم است. غیرت به خاطر رضای الله، به خاطر دین الله، این ممدوح است. یکی غیرت جاهلی است که این مذموم است. غیرت جاهلی یا تعصب جاهلی این بسیار خطرناک است. این پرده است، مانع است که تو را نمیگذاره پشت حقایق بگردی و حقیقت را پیدا بکنی. پشت درک حقیقت تو را نمیمانه که تو بروی تلاش بکنی، جستجو بکنی، حقیقت برات واضح شود. بلکه این تو را نمیگذاره که تشخیص بکنی که کدام چیز حق است کدام باطل است. اینی را میگه غیرت جاهلی. غیرت جاهلی مثال امروزش، ما سری مذهبی خود غیرت میکنیم، وای ما حنفیستیم، یکی خیز میزنه تو میگین. این غیرت جاهلی میگه. جناب دفاع از دین بکن، دفاع از پیغمبر بکن. اول دفاع از پیغمبر بکن، بعد از امام ابو حنیفه بکن. حال دفاع از پیغمبر خیلی ضرور است. غیرت اینجا غیرت بکار است.
غیرت جاهلی. غیرت جاهلی را میشناسی که از جهل نشأت میکنه، نمیدانه. غیرت جاهلی یک تعداد خانواده ها، دختری خدا، زنی خدا، همشیره خدا، یعنی زنای خانمای خانه را نمیگذاره که بره در یک مرکز تعلیم. امروز الحمدلله موتر برای خواهرها گرفته میشه، از هر نقطه که حرکت میکنه و در موتر مسئول تا این جرمه درس قرآن فرا میگیره، پس میره خانه. لیکن مردمی پیدا میشه میگه من زنی خدا نمیمانم که از خانه بیرون شود. ایره میگه غیرت جاهلی، در حالی که دمو پیش دروازه خانهش قوال رفته در دستی زنش چی میکنه؟ چوری کرده رایسته. زنش توی هتل است او اونجا او تر کسای آمده که باور بکو اگر نظر برش بتاری در اونجا میره دست به کی میده؟ بگوی به دیگه کسا دست داده رایسته. هنوز یک رقصام میکنه. اینجا هیچ غیرت نیست، اونجا هیچ غیرت نیست. نه، در لیسه مریم چکر میزنه، در پسخانه قطی چانه قطی دکاندار میزنه، هیچ غیرت نیست. لیکن برای درس کتاب الله و فرا گرفتن عقیده اسلام غیرت میکنه. این را غیرت جاهلی میگه. اینی غیرت جاهلی سبب عقب ماندگی جامعه است، خصوصا از مردم ما که تباه شده، از دست بی علمی تباه شده. هر قدر جنجالا را که در خانواده میبینه علم وجود نداره. چی نداره؟ علم. اگر علم وجود داشته باشد درک میکنه واقعیت را. شما در رادیو شنیده زنه که در ایران نگاه کرده انگشت شقت کرده کباب کرده خورده پودری، لب شقت قیچی چی کرده، بلکه طفل بقر و غضب قتل کرده. شنیده در رادیو. و این رادیوها بازی قدر زیاد جلوه میده. ایره به نام کی ختم میکنه؟ اسلام. به نام مسلمان ختم میکنه. ما میگیم نه، تو آدم بوی هم از اسلام نداره. تو خود میگیم اسلام چقدر حقوق قائل است. اسلام چقدر حقوق قائل است برای طفل، برای زن، برای همه. لیکن امروز اینطور حالت است. ایران به نام اسلام ختم میکنه. علت چیست؟ چرا پودر بزنه؟ خب میفهمه تبلیغات، این قدر اشتهارات، یک درو نمونای از این را در تلویزیون به مردم نشان میده که آخری کارت پلاستیک جمع کردن نیستی، در زیر پل در شبای زمستان روزی تیر میکنی. چرا اهل عیال اولاد زندگی را مکمل تباه بکنی؟ در پودر رو آورده. تو را الله عقلی تا نگرفته، خو از بی علمی است. از کجاست؟ علم وجود نداره. جامعه ما همیشه اینمیطور تاریک زندگی کرده. خشونتی که در خانواده پیدا میکنه از دست اینمی جهالت، غیرت جاهلی است. نه خود رفته در قرآن نشسته، نه خود رفته در نماز جمعه در تقریر نشسته، نه اولاد خود گذاشته، تمام عمر جار جنجال، خشونت، بدبختی. از همون خاطر حالات خراب است. قرآن امی گپاره برای ما میگه حمیت جاهلی آدم نداشته باشه، غیرت جاهلی نداشته باشه. غیرت در موقعش، غیرت در موقع بکو. بله تو را ببینم که دختر جوانی تا در پانتون نمانی بگویی که به خاطر با وصفی که ای باید تحصیل بکنه، لیکن اونجا دختر و بچه با هم در یک جای نشانده میشه. اگر جدا در یک چوکی دختر بشینه در دیگهش بچه بشینه، استاز میه هیجه پانتون است. چی برش میگه؟ هیجه پانتون است، یعنی که پانتون است آزاد استی دیگه، هر کار کرده بری. در اونجا غیرت نمیکنه. اوه غیرت در کجا میکنه؟ باز خبرداره که اگر حجاب دختر و زن و همشیرش کرد، وی تروریست شدی، وی انتحاری میشی. این غیرت ها را میگه. در این غیرت نمیکنه که آلی دخترش در کجا رفته ده. امی قسم در مورد اولاد خود امیطور غیرت های بیجا میکنه. یک تعدادی ما این قدر در فکر جمود قرار داره، من نمیمانم دختری خدا که برای اونجا درس بخونه در مکتب. در مکتب چی گپ است؟ اگر مکتبی درست باشه، راه امن باشه، اونجا استادات زنا باشه، برش درس میگه، یا مرد باشه لیکن در حجاب است، چی مانع و مشکل برش است؟ ایره میگه جمودی فکری. بس من اینطور میکنم. نه، مردم روشن بسازید، در درس کتاب الله بگذاره، در درس حدیث بگذاره، خودتان بدانه، اولادتان بدانه، هر کس حق و حقوق خدا بشناسه، مسئولیت خدا بشناسه، بدانه که اسلام کدام دین است، روش زندگی چی رقم است، ایره کلش بدانه.
لیکن امروز دونم حالتا ما مردم زندگی کرده رویستیم. غیرتای بیجا، بسیار غیرتای بیجا میشه. این غیرت بیجاست. غیرت بیجا وادار ساخته بود که مقابله با اسلام بکنه. نمیپذیره دینه. چطور دینی واضح با دلایل پیغمبر پیش میکرد، لیکن و همونطور نعوذ بالله چی میکرد؟ بگوی تسلیم نمیشن به حق. خب مؤمن اونطور نیست. قرآن چقدر خوب بیان میکنه. اذ جعل الذين كفروا، در آن وقت یاد کنه، در آن وقتی که گردانیدن و کسانی که کافر بودن، فی قلوبهم، در دلای خود، الحمیت یعنی خشم، نخوت، کبر، ضد، غیرت، حمیت الجاهلیت که غیرتا یا امو خشم و ضدشان جاهلی بود، نشأت از جهالت کرده بود. فانزل الله سکینته، از امو خاطر بزرگترین مانع برای کفار که تسلیم به حق نمیشدن امی گپ بود، امیر غیرت میکردن. امروز مردم ما غیرت میکنن. ما چطور رای اجداد و بابای خود اعلام بکنیم؟ این غیرت جاهلی است. ما این را نمیکنیم. و همینطور میگفتن. فانزل الله سکینته علی رسوله، روان کرد آرامش الله بالای رسول الله و علی المؤمنین، بالای مؤمنا. و از غیرت جاهلی کار گرفتن، تعصب کردن، میگفتن بر ما عیب و شرم است که مسلمان ها از اونجا بیاید اینجا به امن و امان مراسم عمره را انجام بده. اینی غیرت وارا پیچان داده بود. مردم باز ما را تانه میده که چطور مسلمان ها آمدن اینجا مراسم حج انجام دادن. اینی غیرت وارا پیچان دادن. اما اگر مسلمان ها کنترل نفس نمی داشتن، سکینه و آرامشی که الله در قلبشان از نور ایمان پیدا کرده بود نمی بود، خب همینطور غیرت ایام میکردن. میکردن یا نمیکردن؟ میگم ما را چرا این خود قانون شما هم است که کسی در حج میآید هیچ کس مانع شده نمیتونه. چرا ما را منع میکنه؟ این اینجا خود غیرت یارم میپیچان، نه میپیچان نمیپیچان. لیکن مؤمن و کافر فرق میشه. مؤمن اینطور کنترل داره سری نفسی خود. بس پیغمبر میگه صلح کنی، خلاص. پیغمبر میگه صلح کنی، بس دیگه. پیغمبر گفتن آلی دلیل طلب نمیکنه. چقدر درس عظیم است. از پیغمبر دلیل طلب نمیکنه که پیغمبر چرا اینطور کارا میکنی؟ در دل در طبیعت قبول نداره، ناگوار است. خب خودی پیغمبر اعتراض نداره صحابه که پیغمبر چرا فایده زیره برای ما بیان نمیکنی؟ قرآن برای ما درس میده. در کدام موردی که سنت رسول الله آمد باز پشتی ازی نگرد که چی مصلحت در پشتی سرش است، چی فایده در پشتی سرش است. بس پیغمبر امر کرده او امری که پیغمبر کرده حتما مصلحت ها داره. صحابه اونطور صحابه بودن. قرآن از این خاطر برشان یاد میکنه. سکینه در قلبشان حاکم میشه از نور ایمان و بالکل خود کنترل کرده و یعنی غیرت تقاضا داره که قطش بزنه، قطمی کفار. قرآن میگه و الزمهم کلمت التقوى، لازم ملزم کرد، یعنی لازم کرد الله کلمه تقوا را. مراد از کلمه تقوا عقیده توحید الله تبارک و تعالی، یعنی کلمه لا اله الا الله را. لیکن اینجا مراد از کلمه تقوا روحی تسلیمی در برابر تمام فرامین الله و رسولش. بی چونو چرا نکنی. بس هرگاه در هر کسی نمیتونه یک روح تسلیمی پیدا شوه، خشم و عصبانیت خود مکمل کنترل کنه، اینی آدم میفهمه که واقعا تسلیم به الله و به رسول الله است. از همون خاطر یا همونطور کردن ثمرات صلح یکی پی دیگری روان بود، مثل حلقه های زنجیرواره. اینی را میگه روح تسلیمی در برابر پیغمبر. امروز ما میگیم چرا در هر معامله گپ چرا گفته رایستیم. چرا تو را الله چقدر علم داده که چرا میگی؟ چقدر معلومات داری؟ در این موجودات الله تبارک و تعالی علم زیاد است یا بی علمی زیاد است؟ در اسرار در رازهای تمام چیزا کدامش زیاد است؟ چرا نه؟ و کانو حق بها، بله همینطور طایفه هم لایق است. و کانو بودن حق بها خیلی اقدار و سزاوارتر بها به این کلمه که او تسلیم شدن در برابر فرامین الله است، کنترل کردن خشم و غضب است و اهلها بالکل محلشان است. چرا؟ به خاطری که کدام گروهی مکتب قرآن باشه، کدام گروهی که با قرآن چیسته رابطه داره، قطعی قرآن تعلیم و تربیت شده، او مردمی که همیشه سجده به بت کرده، او مردمی که نعوذ بالله همیشه از جهالت کار گرفته، یار دو طایفه با هم مقایسه شود. قرآن چقدر برای ما درس میده. هرگاه بحثی تان قطعی طور مردم میشه که سالا مجاور قبر بوده،
بسیار. تو از او زمین و آسمان فرق داره. در بحثیتان، در دلیلیتان، در گفتاریتان، در همه چیزا. تو از مکتب قرآن هستی و او از مکتب بت پرستی. زمین و آسمان باید فرق داشته باشه. تو باید خدا بشناسی. ما گاهی خواهرایی که در مدرسه ما میام براشانی توصیه را میکنم که خواهرها فکرتان باشه. اینطور فکر نکنی که ما در یک لیسه و مکتب میریم. شما در حدیقه القرآن میایی. این باغچه قرآن است. از باغچه قرآن میوه قرآن باید قطع خود ببری. کدام میوه را که قرآن داده او قطعتان باشه. اینجا به او شکل، به او هیئتی که دیگه جاها میگرده اینجا نبیایه. اینجا از میوه قرآن باید شما استفاده کنه، فرق شود، تمیز شود که مردم در اونجا ببینه بفهمه که این شاگرد حدیقه القرآن است. در بالا شدن، در پایین شدن، در سخن گفتن، در بحث کردن، در دعوت، در تفکر، در همه چیزا و به تمامی دوستان توصیه ما است. یک کسی که اینجا درس قرآن میخونه او باید اینطور بد اخلاق نباشه که در مسجد یگانه امور بد اخلاق بشماره. ما او کسی را سلفی نمیگم که نماز خدا نمازش نماز نیست، اخلاقش اخلاق نیست، نعوذ بالله بیادبی یک دم او را فرا گرفتن. نه، کسی که قرآن میخونه مکمل ادب جور میشه، مکمل تقوا جور میشه، مکمل اخلاق جور میشه، مکمل فکر هوشش طرف خدمت دین است، طرف اصلاح مردم است. اونو را میگه کسی که در مکتب قرآن درس میگیره. قرآن امیتور میگه و کانوا احق بها و اهلها. اگر ما و شما امیر نپذیریم خیر کی بپذیره؟ او کسی که در عمر کتاب الله را نشونیده که چی مطلب داره او از قرآن چی برداشت داشته باشه، از قرآن چی ثمره داشته باشه؟ ما و شما باید از قرآن ثمره بگیریم. ما و شما باید بدانیم که کدام شیوه را اختیار میکنیم. اگر بچه است، اگر دختر است، کل ما اول نمونش فقط در نماز ظاهر میشه که چی رقم نماز میخوانی. آیا واقعا پابندی سنت رسول الله را میکنی یا نه؟ خشوع و خضوع در نمازت است یا نه؟ خب محکم و پابند به نمازت است یا نه؟ بعد از واقعا دلسوزی بالای مردم داری یا نه؟ تلاش کردی برای اینمی گپ یا نه؟ از او خاطر قرآن صفات صحابه را امیطور ممتاز بیان میکنه که یا لایق امیطور بودن. یعنی ولو که گپ ناگوار است، خلاف طبیعتشان است، لیکن فرمان پیغمبر میده کده نمیتونه. الله امیطور روح تسلیمی را در برابر حق نصیب ما و شما بکنه. و کان الله بكل شیء علیما. هست الله تبارک و تعالی به تمام چیزا علم داره. آلی کدام ثمراتی که پشت دنبالی صلح حدیبیه آمده نیست الله مکمل میدانه. یک این حالت ناگوار که سری صحابه آمده الله میدانه. غیرت صحابه را، اخلاص صحابه را، وفاداری صحابه را، تسلیمی صحابه را در برابر حق یارا الله امیطور به اجر میگذاره؟ کلا قطعا. اگر ما تو امیر رقم در زندگی خود یک فکر داشته باشیم، احساس خدمت دین داشته باشیم، الله ما تو رو نمیبینه؟ الله ما تو رو اجر نمیده؟ الله تو رو عزت نمیده؟ قطعا میده. خو شرطش است که امیطور روح تسلیمی را ما تو هم پیدا کنیم. لقد صدق الله رسوله رؤیا. یقینا راست کرد الله با پیغمبری خود در رؤیا خوابش بالحق بواقعیتش امو رقم که دیده بود امو طور محقق گشت. خواب دیده بود. لتدخلن المسجد الحرام که خامخا شما داخل میشه پیغمبر علیه السلام همراه صحابه در مسجد حرام ان شاء الله. اگر الله خواسته باشه، امر الله خو یقینی می باشه. الله چی میگه که ان شاء الله تعلیم به موت میده. هر امر آینده که پیش رو داری و تو تصمیم داری که او را انجام بدی قطعا حکم نکو. باید قطعش کلمه انشاءالله را بگو. سبا ترجمه است یعنی بگو انشاءالله در فلان جای میین یعنی انشاءالله اینی کار میکنی نه انشاءالله. چرا؟ با پیروزی رساندن، در مقصد رساندن یک تصمیم و کاری که تو داینده داری و کلش در اختیاری کیست؟ الله. تو باید که اینی را میگه مومنا با وصف همی حالتا بازم اتکا به مشیت کی داره؟ الله داره. اینی را میگه بندگی. صحیح کنی؟ این را کامیابی خود نمیگه، عبادت خود همیطور نمیگه که بالکل قبول شده، بس خوف داره. اگر الله خواسته باشه، اگر الله خواسته باشه چقدر خوب. انشاءالله. مردم ما چی میگه؟ انشاءالله، 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 انشاءالله آمینین به امن. اجن و گزن براتان نمیرسه. اما طور هم شد
محلقین رؤوسکم، که تراشندگان است سرایتان و مقصرین کوتاه کنندگان مویایتان است. لا تخافون اجن و نمی ترسه. فعلم معلوم کرده بود اسرار صلح حدیبیه را، موت و اسرار را لم تعلمو که شما نمیدانسته. فجعل من دون ذالک، گردانید الله پیش از این تحقق خواب، پیش از تحقق یافتن خواب، فتحا قریبا، فتح خیلی نزدیکه که صلح حدیبیه است. سال دوم عمره قضا شده، پیغمبر با این صحابه آمده 3 روز ادامه کرده، با یک کشوفش آمدن که یک دم همینطور آتش حسادت در قلب کفار جوش میزد. از همون خاطر نماینده خود روان کردن. امی 3 روز که تکمیل شد گفت زود برای چرا؟ به خاطر که این قدرت نمایی بود از یک طرف از مسلمانان، او در تمام جاها آوازه پراگنده شد که مسلمانان با کمال قدرت نمایی آمدن عمره را ادا کردن. این ذلت و رسوایی برای کی بود؟ برای مشرکین مکه بود. الله میگه شما برکات صلح را نمیدانستی، من میدانستم. مراد از فتح خودی صلح حدیبیه. او بعضی مفسرین خیبر میگیره. فجعل گردانید من دون ذالک، پیش از صلح چی؟ تحقق رویا و خواب، فتحا قریبا، فتح خیلی نزدیکه که خیبر بود. قبل از اینکه شما در عمره قضای عمره بیایه، پیغمبر چی کرد؟ خیبر فتح کرد. 4 عمره را پیغمبر علیه السلام کرده. یک اینمی عمره را که بند شده ایرم در جمله عمره شمار کرده. یکی قضایشه و یک عمره را از مقام جعرانه کرده بود، یک عمره را امرای در حج وداع که آمده بود. 4 عمره است. کسایی که اینمی عمره را که بند شده ایره شمار نمیکنه 3 میدانه. هو الذی، الله ذات است، ارسل رسوله بالهدى، بشارت دیگه است برای مؤمنا. ای مسلمان، این آغازی کار است، این ابتدای کار است که الله براتان این غنیمت را، این فتوحات نصیب میکنه. الله میخواه که اسلام در کل اطراف اکنام جهان گسترش بده. از او خاطر الله ذات است، ارسل رسوله که روان کرده پیغمبری خدا بالهدى، برای راست، بالهدى به امرای قرآن کریم و حدیث، بالهدى به امرای دلایل، با امرای دلایل روشن و واضح، و دین الحق روان کرده با یک دینی که بالکل واقعیت داره، استوار به دلایل است، با یک نظامی که بالکل عینیت داره، واقعیت داره. دین الحق و دینی که واقعی است که کل ادیان دیگر از بین میبره، این را الله روان کرده. لیظهره، که غالب بسازه دین علی الدین، بالای تمام نظام های دیگر کلی. یک نظام باقی نمانه، الله ای را غلبه میده. بالکل. چرا غلبه میده؟ به خاطری که هدایت است. هر جای که راه راست پیدا شوه مردم راهی کج اعلام میکنه. هر گاه که حق ظاهر شوه هر کس تلاش داره در راه راست بیایه. امروز اگر امیک تبلیغات سوی دشمنای دین نباشه از تلویزیونا و رادیو، شما در غرب میبینی که در روزی هزاران نفر اسلام قبول کنه. عالی هم الحمدلله. با وصف امیک قدر تبلیغات سو، بازم دانشمنده و مردمای خوبی از او مکمل چی میکنه؟ مکمل دین اسلام قبول میکنه. چرا؟ دین اسلام راه راست است، واقعا هدایت است، دین حق است. حق یعنی چیزی ثابت استوار است، تغییر مغییر نداره مثل ادیان دیگه واری که منسوخ شود. حق است، ثابت است، واقعیت داره. چیزی که میگه بالکل با فطرت با عقل بالکل موافق است، عملا دیده میشه. ثمرات دین عملا دیده میشه. پیغمبر و جماعتی را که جور کرد صحابه کرام، و چطور اجتماع بود و چطور معاشره بود. دنیا امور رقم اجتماع را دیگه دیده یا دیده میتونه؟ خب استوار به می دلیل بود. از این خاطر آثار حقانیت ازی بالکل برملا و روشن است. هر کس تلاش داره که دمی داخل شود. مراد از غلبه اینجا چیست؟ مفسرین 2 نظر داره. لیظهره علی الدین کلی، که غالب بسازه از نگاه دلایل بالای تمام ادیان. هر جایی که مناظره صورت بگیره دین اسلام بالکل غالب است. هیچ نظام و دین، نه کمونیسم، نه امپریالیسم، نه نصرانیت، نه یهودیت، نه هندویسم، نه بودیسم، نه زردشتی، نه گلدشتی، هیچ کدامش نه مقابلش بگوی مقاومت کردن نمیتونه، ظاهر نکنه. در هر مجلس الله برش عمر بده چطور رد کرده رایسته ادیان دیگر. بعضی مفسرین مراد از غلبه امی غلبه به طریق دلیل میگیره. بعضی مفسرین میگن نه، مراد از غلبه اینمی غلبه و تسلط فیزیکی است، مکمل.
روزی فرا میرسه این دین ادامه میابه، نزول عیسی علیه السلام میشه. در اونجا یک نفرم چیسته کافر باقی نمیمانه. پیغمبر علیه السلام قسم نخورد که والذی نفسی بیدی، قسم به او ذاتی که نفسی ما در ید بلاکیفی از اوسته، الله نمیگذاره نیست یک خانه گلی یا خانه چی بگوی خیمه‌ای مگر اسلام در اونجا چی میشه؟ داخل میشه. بعز عزیز و ذل ذلیل، یا با عزتمندی مردمای عزیز که خود میپذیره حقانیت برش معلوم میشه سینه را باز میکنه میپذیره، یا با ذل ذلیل است که مقابله در مقابل اسلام میکنه خ الله واره ذلیل میکنه. او بالکل واقعیت است. و کفا بالله شهیدا، چی شاهد داری که الله غلبه میده؟ بس الله گفته، از الله که دیگه شاهدی بزرگ است. و کفا بالله کافی است الله شهید از روی شهادت محمد رسول الله، محمد پیغمبر الله است. والذین معه، کسانی که امرای از اوست، اشداء علی الکفار، صفتای مؤمنان الله علی بیان میکنه. محمد اخو یک صفتش بیان کرد، محمد رسول الله کفایت کرد دیگه. پیغمبر رسول الله است. چی معنی داره شما؟ آری خبر شده؟ رسول الله است، مبین دین الله، واضح کننده دین الله، رساننده دین الله، تبلیغ کننده دین الله. کلش کیسته؟ محمد صلی الله علیه وسلم است. احکام الله را ای واضح میکنه، ای میرسانه، ای تبلیغ میکنه. پس ایج پرز دین پیغمبر باقی نمیگذاره که بری تو نرسانه، تشریح نکنه. از امو خاطر کل دستورات الله را در روشنی تعلیم کی عملی بساز؟ در روشنی تعلیم محمد رسول الله. گپار از خود پیدا نکن. او محمد از کدام حیثیتی قدر قدر و قیمت پیدا کرد؟ رسول الله. رسولی کی شد؟ پس معلوم شد که نعمت بزرگ بالای ما در وقت رسالت پیغمبر است، نه در وقت تولدی پیغمبر. در وقت کجاست؟ رسالت پیغمبر. رسول الله است. اطاعت پیغمبر سر ما لازم به خاطر چیست؟ رسالت الله است که الله رسول کرده شه، نه که فلان بچه فلان است. نه، رسول الله است که رسول الله است. فقط از او الهام بگی، از او تعلیم بگی، رای تقوا را، رای رسیدن به الله را، رای کامیابی را، همه گپا را. کسانی که پیدا میشه که ما به قرآن و حدیث ضرورت نداریم، ما از اینجا میگیریم، از اینجا میگیریم. این مردم ها اول لنبر خارج از دین است. این مردم ها اول لنبر خارج از دین است. چرا؟ استغنا از کتاب الله و سنت رسول الله این دلیل کافر بودن همون شخص میکنه. خب بدانی، یا میگه نه ما رای رسیدن به الله را از کله و مغز خود میگیریم. نمیشه. رای رسیدن به الله این کیسته؟ رای پیغمبر است، محمد رسول الله. صحابه چی صفتا داره؟ اشاره به این صفتا به ما میکنه که اگر این صفتا را شما پیدا کرده، اینمی قسم معیت با پیغمبر ثابت است. والذین معه، کسانی که همراه پیغمبر است. مراد از معیت اینجا معیت صحبت و تابعداری است. کسایی که قطع پیغمبر صاحب است، همراه است او مکمل تابعداری میکنه، مثل که در بیعت رضوان بود، همراه با پیغمبر بودن و مکمل تسلیم به پیغمبر بودن. یعنی که بر نظریه خود کار میکرد. اگر به نظریه خود میگذاشتن، یک صحابی نه به صدها صحابی او طرف استاد بود، چرا این شرایط مانده شود، لیکن تابع پیغمبر بودن. در بینشان شخص غیرتی بزرگ عمر رضی الله عنه بود که به هیچ وجه غیرتش قبول نمیکرد که من همینطور اینجا سری خدا بتراشم او مراسم عمره را ادا نکنم. و میگه نه، سر بریده شو، باز بود از مقصدم من نشوم. لیکن اطاعت رسول اینی قدر زیاد بود. قرآن از او بایمید یاد میکنه. چه صفتا داشتن؟ صفتای اولش اشداء علی الکفار، سخت بودن در مقابل کفار، به همت بزدل نبودن، چاپلوس نبودن، خدا راه را جارو برای یهود و نصارا و کفار نمی کردن. اشداء علی الکفار، سخت. مراد از سختی دو دشنام نیست خب که دو بزنن، نه، بسیار اخلاقی ورزیده داشتن، لیکن در مقابل مسئله دین و حق سخت بودن. در مقابل کفار تسلیم نمیشد، مداهنت نمیکردن، بزدلی نمیکردن، همت از دست نمیدادن. رحما بینهم، خیلی رحم کننده بود در بین خودشان، کمال دلسوزی، معاونت و کمک و همدردی در بین میکردن. اینی را مردم مومنی واقعی میگه.
مسلمان های ماست نه؟ برو رفع الیدین کو کلگی در جانت جمع میشه درب بود رو بیتا میخیزانه نه. خو اگر آدمی مسجد الله قطی موزای خود یهود و نصارا داخل شد کلگی 4 دست 2 دست وجود داره 4 دوی دیگر هم از کدام جای دیگر پیدا میکنه که سینه‌ش مکمل بگیره امیر رقم برش استاد میشه. یا مسلمان امیر رقم است. یک نفر خیلی دعوتگر است دمی کابلیتان داد میزن از دین. خو یهود و نصارا در مرکزش آمده بود. خو انواع چیزی که یافته میشد در کابل نمانده بود برش میمانی تیار کرده بود. عجیب است. چرا اینطور شود؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در بین خود کمال ترحم و دلسوزی داشته باشیم. برادری مسلمانی ماست. خیر است تا که ما از این قدر شقاوت قلبی کار بگیریم او مسلمان در دست کافر بدیم که بله اینی دشمنی توست. تراهم رکعا سجدا، تو میبینیم صحابه را رکعا سجدا. الله اکبر. چی صفتی است؟ سنگر جهات وارا مانع عبادت الله نساخته. امو نماز، امو خشوع، امو تکمیل سنتای نماز مکمل در صحابه دیده میشن. اینطور نمیگه که ما در این مصروف هستیم او را خیر است اگه انجام نمیدیم. پیر صاحبه واره نیسته که میگه ما در ذکر مصروف هستیم جماعت نمیکنیم از نماز معاف میشیم. خیر است اینطور نمیکنه. مجاهدین واره نیسته که بگویه که ما خود جهاد میکنیم خیر است اگر روزه را میخوریم. در وقت جهاد همینطور بود یا نه؟ غره پس روزه را میخورد. چرا جهاد میکنیم؟ خود جهاد روزه خورده شود. خیرت است. ما مجاهد هستیم در سری قالینای مسجد همینطور قطعی چیسته چرک و پولود دمی سری قالینا باید بگردیم. مجاهد هستیم. صرف از نام مجاهد عجیب گپا جور شده بود. صحابه طور نبودن. اگر در سنگر بود تابع فرمان الله، اگر در مسجد بود تابع فرمان کیسته؟ یک طرف عابدین الله، یک طرف مجاهدین الله. جامع در بین کل صفات بود. تراهم توریا را میبینی رکعا سجدن، رکوع کنان سجده کنان. با اینمی قدر جهادشان آثار تواضع و فروتنی در سرشان بالکل نمایان بود. اینطور نبود که نامش نوشته شد فلان خان، دلاور، قهرمان، دیگه چی بگه؟ پیشتاز، چریکی چی؟ طوفان، چریکی دیگهش چی؟ لقبا را پیدا کنی. لقب مانده. نه صحابه اینطور نبودن. عبادت الله را میکرد، مجاهدت میکرد، خب برای الله میکرد. برای از این نبود که مردم واره چیزی بگه. قرآن اینطور از آیات میکنه رکعا سجدن، رکوع کنن سجده کنن. این کل معامله اگر جهاد عبادت بود برای چی بود؟ یبتغون فضلا من الله، طلب میکردن رضامندی را از کی؟ الله تبارک. احسان از الله، به خاطر الله. هر قدم معاملهشان به خاطر الله بود. الله اکبر. دشمنی به خاطر الله، دوستی به خاطر الله. قطعی پدر دشمن بود به خاطر الله. قطعی او از نقطه دوردست جهان بود، دوست بودن به خاطر الله. بلال نزدیکترین شخص دوست، ولی ابو لهب و ابو جهل نزدیکترین اشخاص دشمن. واقعا که هرگاه تمام معاملات و کار و کردار و روابط انسان به مبنای کی باشد؟ دین، به مبنای رضای الله، اونجا ایمان تازه میشه. ما خو امروز خواب میبینیم که اینجا حق پایمال میشه، لیکن مصلحت تنظیم است. پایمال شوه خیر است. تنظیم رخنه پیدا نکنه. قوم لکدار نشوه. نه، خودگیداری است. کل سنت های پیغمبر پایمال کرده رایستیم. چرا؟ قوم خفه نشوه، کاکا خفه نشوه، ماما خفه نشوه. چرا شرکت کرده بودی در اونجا؟ واجی صاحب ولا همسایه است خفه میشه. الله خفه نمیشه، رسول الله خفه نمیشه. چطور ایمان تو داری؟ این نیست. صحابه را ایمانش طول کنه که قرآن بیان میکنه، ولی افسوس که همینطور صحابه را که الله توصیفش میکنه مردم میخیزه میگه کلش مرتد شده بود، 5 نفر باقی بود، خلاص 5 نفر دیگهش کلش مرتد بود، نعوذ بالله. خب قرآن چی میگه برای ما؟ و رضوانن، یا طلب داره فضل از الله را، و رضوانن خوشنودی الله را در تمام کارا و معاملاتشان. سیماهم، نشان و علامتشان، فی وجوههم، در روحایشان، من اثر السجود، از اثر سجده معلوم میشه.
مراد از نشان اینجا چی هست؟ امو حالات بیخوابی، امو نورانیت تو جوهری که الله به چهرهشان داده. کمی میبینی آخرت دا یادت میاد، که میبینی آخرت دا یادت میاد، دین دا یادت میاد. یکی اهل الله است، یکی اهل دنیاست. قطعی اهل دنیا که میبشینی لافظ چی میزنن؟ تجارت و موتر و اینجو شرکت و اینی ترکت که اینی ترک اینی گپاست. اهل الله که میبری قدرت الله مرگ دا یادت میاد، آخرت دا یادت میاد که من کدام طرف روان هستم. صحابه همونطور مردم بوده. مراد از این اونمون نشانایی که در پیشانی است که اینی طور میپنده او نیست، خو او نشان خوارج است. در حدیث میاد از همون خاطر و قدرت الله خوارج در او زمان اینمی نشان ها را داشتن و این مردم اینطور نمیکنه. کش و از زیاد سجده کردن بله اینجا یک کمی نشان واره پیدا میشه، خو این را کس خوش نداره. منظور نشان صحابه اینمی چهره بگوی جذاب، چهره خیلی خاشع در حالت خضوع صحابه بود که دیده میشد که بله این مردم کدام مردم است. ذالک مثلا فی التورات، این مثالی همی صحابه کرام در تورات است. نه تنها که الله بیان میکنه بلکه در کتاب بزرگ دیگه از قومای سابقه از بنی اسرائیل هم امین نشان صحابه در اونجا بیان شده. مکمل صدق میکنه که کدام طایفه است، الله چطور برای پیغمبر خودی طور طایفه را برگزیده. یک این خود مثال شد در اون کتاب، یعنی صحابه پیغمبر کسی که معیت پیغمبر داره باید امیر رقم اوصاف داشته باشه. پیشتر که ما گفتم که تو میگی در منهج سلف قدم میزنم باید از نمازت معلوم شود که چه رقم است. تهجد میخوانی نمیخوانی، پابندی مکمل سنت ها را داری یا نداری، مسواک قطعت است یا نیست، ریش مانده یا نه، بگو دیگه. تحیت المسجد میخوانی یا نمیخوانی، سنت های تا خانه میخوانی یا نه، نفرت تو خیلی زیاد حساسیت قطعی بدعت تو شرک داری یا نداری. اونو وقت باز دعا کن که در منهج سلف هستم. همون طور خونه میشه که مسئله فیستم قطعی مردم بد اخلاق شو یه چیزی دیده نمیشه. آثاری تو تصدیق عقیده تا بکنه. قرآن بعد از او مثالش در انجیل بیان میکنه. و مثلا فی الانجیل، مثالی از یاد در انجیل، که زرع بمثل کشکزاری است اخرج شطعه که کشیده شطعه شاخی خدا تیغی خدا فآزره پس او را قوی کرده فاستغلظ خب لک شده تنومند شده فاستوا بعد از او برابر شده و استوار شده علی سوقه بالای همین شاخ و تنه خود آلی ده حالتی رسیده که یعجب الزراع به شگفت میاره خوش میاره از زراع به خوشی میاره زراعت کننده دیقانه اینه لیغیظ بهم الکفار ای به خاطری است که به سبب از یا غصه میکنه غمگین میشه الکفار و کفار به سبب از یا الله تشبیه میده حالت صحابه کرام بس در نتیجه گرفتن و در ثمر و حاصلات رسیدن به مثل یک دانه که در زمین کاریده شد و بعد از او تیغ بکشه. چرا تشبیه میده اینطور؟ خبر داره دعوت حق اول کاریدن دانه است. خودانه کجا کاریده میشه؟ زمینی که قابلیت زراعت داشته باشه به مو سیستم کاریده شوه که او حتما تیغ بکشه، زمین یک کمی نرم باشه. از همون خاطر سخن در جای شروع بکو که یک چیزی نتیجه میده، باز اونجا خود به خود حرکت شروع میشه. قرآن کریم اینجا مثال صحابه را و تقویت دینشان به مثل تیغ داد که نوع از زمین تیغ میبراید. اشاره به چی میکنه شما خبر داره؟ معامله دعوت در اول سخت نرمی. امی تیغ که میبراید این چیزی خیلی نازک است، خیلی نازک است، لیکن زمینی سخت میکفانه. دعوت همی طور میباشه با مردم که سخن میگی اقدر شیرین و نرم باشه که امو سخت مزاجی از او را قرار نرم بسازه، بعد از او تاثیر کنه، بعد از او گپی تو در قلب از او داخل شود. این کار دعوت است، اظهار دلسوزی. بعد از او در اونجا که دانه میبرامد دانه را مرچم میبرد، پرندم میبرد، خوالی که سبز کرد نش کشید از او مسئول شد. بعد از او اینی تیغ آیسته آیسته خود لک کرده، سخت کرده شاخ پیدا میکنه، بعد از او برگ میکشه، گل میکنه، بعد از او غوره، بعد از او میوه.
الله تبارک و تعالی شروع و آغاز حرکت پیغمبر علیه السلام اینمی رقم تشبیه میکنه. زمانی بود که قریب بود که دانه را پرنده بگریزانه، مرچه بگریزانه. پیغمبر بود قطعی چند نفر قریب بودن که یارا کلگی را از بین ببره، لیکن کمی ریشه گرفت، تیغ نو کشید. بازم احتمال ازی بود که مال می آمد یک دم دان می انداخت و ای را قطع می کرد. احتمال داشت. شروع حرکت و آغاز حرکت دعوت پیغمبر در مکه آغاز شد. کم کم نو نیش کشید. بعد از او یک کمی قوی شد، اسلام آورد. عمر رضی الله عنه، حمزه رضی الله عنه ایمان آورد. قطعی از وا تقویت پیدا کرد. بعد از او نفرای کم کم شیره گرفت، رفتن تا حبشه را هجرت کردن، تا ای که الله در موقعیت رسان که پیغمبر حرکت کرد در مدینه و در مدینه حکومت برقرار کرد. پس از او میوه ها شروع شد، ثمرات اسلام بعد از او شروع شد. قرآن اگرچه تشبیه آغاز حرکت پیغمبر در او زمان میده، خب امام درس میده آغاز حرکت حق می رقم می باشه. اول باید تو دانه را در کدام جای بکاری، در کدام جای خیلی مسئول باقی میمانه، از او مراقبت بکو که او را مرچه و پرنده نبره. بعد از او که میبره از حیوانات نگاه کشه. بعد از او تا که او قوت پیدا بکنه وقت کار داره. پس از او که در ثمر میرسه، ثمر وقتی میرسه که واقعا ای تنومند شده باشه، شاخه کشیده باشه، گل گرفته باشه. دعوت حق نمی رقم است، عالم مو رقم است. در هر زمان دعوت حق همیطور آغاز میشه و همی قسم چی میکنه؟ نشو و نمو میکنه. مفسرین کرام یک توجیهات دیگه هم میگیرن. مثال صحابه کرام فی الانجیل در انجیل کزرعن به مثل کشتی است اخرج شطأه که برآورده باشه، یعنی بیرون کرده باشه شاخ خدا، تنه خدا. فآزره پس او را قوت داده باشه. کشیدن اینمی شاخ یا تنه اشاره به دوران ابوبکر رضی الله عنه است. اول دانه را پیغمبر کاریده، شاخ در زمان ابوبکر رضی الله عنه کشیده. فآزره ای را قوت بخشیده، یعنی تنومند شده همی شاخ. ای در دوران عمر رضی الله عنه است، اشاره به اوست. فاستغلظ خب لک شده، یعنی وسیع شده، این عالی گسترش فتوحات اسلام، اشاره به دوران کیس؟ عثمان رضی الله عنه. فاستوا در زمان علی رضی الله عنه هر چیز برابر شد، حکومت اسلامی پایه گرفت، در هر جای تسلط مسلمانا پیدا شد. فاستوا علی سوقه یعجب الزراع، خیلی خوش میکنه از زراع، کسی که کارنده عزیزه که دیقان است. بله، کسی که نمی دانه اسلام کاریده خیلی خوش میشه. مسلمانا خیلی خوش میشدن، گسترش اسلام هم مشاهده میکردن، حاکمیت قوی مسلمان ها در هر جای موجود بود. اینجا بود که لیغیظ بهم الکفار، به خاطری که به غصه شود توسط ازی کفار توسط ازی به غصه کرده شوند. دیدن پیشرفت و ترقی اسلام، آل دیگه کفار سخت ورخطا میشدن، کفار سخت ورخطا بودن، اما تو ریاره غصه میکردن. امروز قوت مسلمان ها واقعا سبب غصه کفار میشه. نمیخوان مسلمان ها متحد شوند، نمیخوان مسلمان ها یک گسترش پیدا کنه، ترقی داشته باشند در هر میدان. از همون خاطر ما را مانع میشه از اینکه ما تعلیمات حاصل کنیم، دسترسی به سلاح ها پیدا کنیم. نه، ایره نمیخواد. وعد الله الذين آمنوا تنها برای صحابه بود؟ نه، قانون الله عام است. وعد الله الذين آمنوا، وعده کرد الله کسانی بامرای کسانی که آمنو ایمان آورده و عملوا الصالحات، اعمال درست انجام داده، منهم اعظم کل مؤمنا که هر قدر است، مغفرتا بخشش و اجر عظیم، اجر بزرگه، کوتاهی قصور الله بخشش میکنه و اجر عظیم الله نصیبشان میکنه. امی طایفه بودن که الله قطعشان وعده کرده. و بعد از این کسی که صفته اینمی قسم پیش میره، ایمان قوی موافق قرآن و عمل صالح، الله قطعش اینمی وعده را کرده که بخشش میکنه و اجر عظیم نصیبشان میکنه. الله نصیب ما بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.